بچم در سن 18 سالگی بچم آمچای کنه همه مرغون کردم بچم یک 25 کس به جنگ ما بردن. سال 1941 بچم جنگ بزرگ وطنی، جنگ خانمانسو سر شد. الهیم اون جنگ ها گم شدم بچم. انا هم ماما رو آورده دهنه سمالیات سوار کرد بچم. همه شبکی پرواز کردیم بچم. راست فرانت ما برد جنگ. همه شبکی انا بچم باید مویان به پراشوت تویمور پرتاییم بچم در جنگل. انا بچم ما گفتم همه یک کیف ناس گرم و گفتم همه حاجت خونی سمالیات دروندم بچم. یک ناس کشیدم یک دم گرفتم و همه خیزم برایم همه همراهم همه خطایشون پرتافتین از سمالیات. منم سروسه میشدم و همه همراهم عقب نمونم. گفتم بچم همه دویدم خودم غروندم بچم. همه پراشوت ایادم بروند اینجا. و مهربونی خدا بچم همه پراشوت دارو پیش روندم. الهیم برکی آباد همه قلاوری همه جنگل در همه جنگل اسپاک کرد و در اسپاک علف همه که فرومدم و همه شبی تاریکی به پرشوت فرومدم در همه بالای همه اسپاک علف زدم بچم. همه اتگ همه اسپاک همه نمس بسیاری برومد گریخت. خیالاشو که بمبا دیدن. انا بچم همه روز اول موی نمسا رو زدیم جنگل بیر کردیم. روز دوباره بچم نمسا موی نزدن از جنگل بیر کردن. انا بچم همه روز 3 خلاور جنگل اومد همه موزن از جنگل بیر کرد بچم.